این احوال مردم سوگات. کشاورزان یک منطقه در ناحیه لخش حاصل کارتوشکای خود را به سختی برای فروش به بازار میبرند. ده ها تن کارتوشکا را ساکنان دهه سوگات از پل خطرناک با پشت تا ماشین های بارکش میرسانند. ای مسلم آدم و ایسنم آدم نواز زور تلاش تلمای نمی زندگی مو. پلی که دهه سوگات یک مکان کشتی کارتوشکا را به مرکز ناحیه لخش می پیوندد بر اثر سیل خرابی آور در روز 21 ایول تخریب شد. سرت فر میگردم. ساکنان دهه سوگات به رادیو آزادی گفتند که دیگر هیچ راه ماشینگرد به دهه وجود ندارد و از بالای پل موقتی با پشت بردن ده ها تن کارتوشکا کاری آسان نیست. اینا کپرگ ساختمانش رفته است، مردم کار کرده ایستان، داوسن هم کار کرده ایستان. ساکنان تلاش دارند با زحمت خود این پل را دوباره بسازند. سال گذشته آنها نزدیک به 200,000 سامانی مبلغ صرف کرده بودند. شکایت دارند که حکومت ناحیه لخش نه از نگاه تکنیکی و نه از نگاه مالی برایشان کمک نمی کند. رئیس جماعت سرخاب که دهه سوگات در آن است موضوع را شرح نداد و گفت رئیس ناحیه خودش تصمیم خواهد گرفت. در موضع سوگات ناحیه لخش در هزاران هکتار زمین ساکنان کارتوشکا می‌کارند. ناحیه لخش در مرز قرقیزستان قسمی از بازار داخلی را با کارتوشکا تأمین می‌کند.